با مقصد رشد ساحه باغداری طی سالهای اخیر در مملکت یک قطار برنامه‌های دولتی عاید بر رشد ساحه راه‌اندازی گشته بنیاد میدان باغ و تاکزار به مراتب زیاد می‌گردد و نشان دهنده‌های صادراتی میوه‌جات نیز سال تا سال بالا می‌رود. خواجگی‌های دهقانی حدود جماعت دهاتی الموسی شهر حصار نیز در بنیاد باغ و تاکزار نمونوی و دارای حاصل بلند سهم ارزنده دارند. جمعیت دارای مسعودش محدود رستم جان از زمره خواجگی‌ها میباشد که به پرورش نمودهای گوناگون انگور مشغول است. جمعیت ما دارای 2517 هکتار زمین باشد. از این 560 هکتار از زمین‌های باغ و تاکزارها میباشند که از همین 560 هکتار زمین‌های باغ و تاکزارها 360 هکتارش تاکزار میباشد و 300 هکتار زمین‌های تاکزاری حاصلده بود که این سال خیلی دهقانای ما بسیار زحمتی بسیار کشیدن. متاسفانه از تاثیر آفت طبیعی که در ماه اپریل بهاری سال جاری شده گذشت، بنابر همین سبب حاصل نه آنقدر خوب شد. بسیار منطقه ها از تاثیر سرما تلف یافت. بنابر همین در خواجگی به جای 2500 تن انگور 450 تن انگور به درآمد گرفته شد. به هر حال دهقان امید نگشت، پیوسته با کوشش کردن دهقانان کارکردی کیمیایی کارکردی بخینی حالها رو سری وقت انجام دادن. باغ‌های بنیاد نموده جمعیت دارای محصولش محدود رستم جان که اساساً از انگورهای سرخ کوهی عبارت است، محصولات استحصال نموده این دهقانان صاحب تجربه خریداران خود را پیدا نموده در برابر بازار داخلی به خارج کشور نیز صادرات می‌گردد. در بسیار منطقه‌ها موافقی تبدیلشون حاصل رویاندن. از حسابی کم بودن محصولات نرخ خوب فروختن محصولاتشون. از صادرات بسیارتر به دولت روسیه بردن صاحبکاران. خیلی بنابر سبب خیلی وضعیتی که هست سرحدها محکم بودن و چیز بیشتر صاحبکاران در سردخانه ها جا کردن. بعدتر به امیدی که سرحدها که کشاده شد صادرات میکنن. باغ تاکپروران خواجگی‌های دهقانی حدود جماعت دهاتی الموسی شهر حصار در بابت بنیاد باغ و تاکزار نمونوی تجربه کافی دارند. منظره این میدان‌های پرورش باغ و تاکزار بازگوی آن است که اهل زحمت خواجگی‌های دهقانی به کار خود دلگرم هستند و هدف اصلیشان بلند برداشتن اقتصادیات کارخانه و سهم گذاشتن در تامین امنیت عضوقواری کشور میباشد. گزارش خورشید حلیموف صاحب نور عبدالرسولف از شهر حصار برای برنامه اطلاعاتی نوید.